بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اینک ما درسای خود را دوام میدیم از رساله شرطهای نماز از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. در ابتدای این رساله شیخ الاسلام چنین گفت: شروط الصلاة 9، یعنی شرطهای نماز 9 تا می باشند. بعد آنها را به اختصارا بیان کرد که الاسلام والعقل والتمییز ورفع الحدث وازاله النجاسه وستر العوره ودخول الوقت واستقبال القبلة والنیه. بعد از آن هر کدام آنها را به تفصیل بیان کرد که ما 3 تا این شرط ها را گذاشتیم. اما درس امروزه آغاز میشد آنجا که میفرماد که الشرط الرابع، یعنی شرط چهارم، رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. شرط چهارم از چی عبارت است؟ یعنی برطرف کردن حدث. انسان پیش از آن که نماز خواند باید که این شرط به جا بیارد. این شرط از چی عبارت بود؟ شرط چهارم برطرف کردن حدث. خب حدث به کدام سبب یا که به کدام چی برطرف می شود؟ و هو الوضوء المعروف، این همون طهارت انیق است، طهارتی مشهور است، طهارتی معروف است. یعنی همون طهارتی که ما و شما میشناسیم، ان همون طهارتی که شما به جا آورده وضوعی میگن که وضوع ساخته، چی میشد؟ از شما حدث برطرف میشود و شما چیکار میکنید؟ نماز خوانده میتوانید. و موجبه الحدث، خب سبب طهارت کردن از چی عبارت است؟ و سبب طهارت ساختن این حدث است. یعنی هر چیزی که طهارت میشکند کو، به همین سبب شما چی؟ وضو میسازید. اکنون در همین چهارم شرط ما اندک میستیم، دیگه شرط های نماز دوام نمیدهد. اکنون صحبت درباره وضو میرم. و شروطه 10، شرط های طهارت هم ما اساسا وضو میگوین، این ما و شما تاجیکا طهارت میگیم. شرط های طهارت 10 تا می باشند. یعنی چه خیلی که نماز 9 تا شرط دارد، وضو 10 تا شرط داشته است. اکنون اونها را نامبر میکنم، میفرماد که الاسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء، وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. اینها 10 تا شرطی طهارت می باشند. یعنی پیش از اون که شما طهارتون یعنی که درست شود یا که گویم طهارت کرده توانه، باید که این 10 شرط به جا میبرید. وقتی که این 10 شرط به جا آورده شما طهارت کردگی میشوید و به سبب وضو ساختنتان حدث را از خود برطرف کردنی میشوید که چهارم شرط نماز شما به جا آوردگی میشوید. فهمیدید؟ یعنی چهارم شرط نماز از چی عبارت بوده است؟ حدث را از خود، یعنی بی‌طهارتی را از خود برطرف کردن است. این به کدام طریق می شود؟ به طریق وضوء معروف. و موجبات یا که گویم سبب های وضوء ساختن از چی عبارت است؟ از حدث. حالا میگذاریم کدام کارا هست که به سبب هوای انسان باید که طهارتش انو کنه. اول شرط های طهارت میگذاره. شرط های طهارت 10 تا می باشند. الاسلام، یکم اسلام، شرط دلیلش گذاشتیم. دوم عقل، یعنی که دیوانه نباشد. سوم چی؟ التمییز، یعنی ما گفتیم که شیطان وازرس، یعنی که سن سالی که سیاره اسفید فرق میکردگی باشد، از سن 7 سالگی سر میشد. خب و نیت کردن، باید که طهارت نیت داشته باشد و گفتیم که نیت باید که به زبان تلفظ نشود، مکان نیت قلب می باشد. و استصحاب حکمها، و دوام دادن حکم نیت را تا آخری طهارت.
یعنی به خود همراه نگه داشتن حکم نیت. و استصحاب حکم هم معناش چی بوده است؟ حکم نیت را به خود همیشه داشتن. در دوامش میفرماد که بأن یعنی لا ینوی قطعها حتی تتم الطهاره، تا طهارت تمام شدن نیتی قطعی وضو نمیکنه. فهمیدید؟ یعنی تا طهارت تمام کردنش نیتش باید همراهش باشد. مثلا یک انسان دهن و بینش آب گرفت، روش شست و یکی نیت کرد که من طهارت نمیکنم گفت، با نیتش گشت چیکار کرد؟ نه طهارت میکنم گفت، طهارتش ویرون میشه. فهمیده؟ برای چی؟ برای خاطر آنکه این کس حکم نیت در بین طهارت چیکار کرد؟ قطع کرد. طهارت تمام نکرده حکمش قطع گردانید. بنابراین میفرماد که دیگری از شرطهای طهارت آن است که و استصحاب حکمها، به خود تا آخر بردن حکم نیت، یعنی لا ینوی قطعها، قطع نیت نمی کند، نیتش بریده نمی کند، حتی تتم الطهارت، تا طهارت تمام کردن. فهمیدید؟ و انقطاع موجب، و از خود برطرف کردن آن چیزی که موجبی طهارت است یا که سببی وضو ساختن است. انسان یعنی که اگر چیکار کند، یعنی که مثال گیریم باید که یعنی قضای حاجت داشته باشد، قضای حاجتش باید که چیکار کند؟ ادا کند، قضای حاجت کند، از او یعنی خاطر جمع شود، بعد از آن چیکار میکنه؟ بعد طهارت میسازد. این خیلی که مثال گیریم باید طهارتش زیق قصوی باید طهارت کند. و استنجا و استنجا کردن است. استنجا با کلوخ یا که با سنگ یا که با کاغذ پاک کردن میگن. او استجمار، معذرت عکس کردم من. و استنجا اینه با آب تازه کردن، اینه پدمیمان، یعنی پایان چیکار کردن؟ جایی که نجاست میبرد اونجا با آب شستن. استنجا اصلا با آب شستن میگن. یا که استجمار کردن قبله، پیش از وی، یعنی پیش از استنجا، پیش از با آب شستن چیکار کردن؟ استجمار کردن. استجمار اساسا با سنگ یا که با کلوخ یا که با کاغذایی که گویم برای حاجتخانه مهیا هستن، به همونها پاک کردن. یعنی که نجاست اگر چنده که به قالب اگر برده نتواندم که با پیش از استنجا کردن این سبکش میاد. اگر کسی که مثال گیریم به همین پاک کردن تواند که مثال گیریم به خودش خوش کردن تواند، شرط نیست استنجا کردن، یعنی با آب شستن شرط نیست. نه، خصوصا یک کس اگر در طرفای روسیه باشه، اون طرفا خنک است، در زمستان ها میتواند که فقط چیکار کند؟ خودش استجمار کنه، یعنی خوش کند، پاک کند. و طهوریت و دیگر از شرطای وضو از آن عبارت است که آبی که شما با او وضو میسازد پاکیزه باشد، آبی تازه باشد. و اباحته مباح باشد، یعنی دزدی نباشد، غارت کردگی نباشد، این کس نباشد. فهمیدید؟ خب و ازاله ما یمنع وصوله الى البشره، و برطرف کردن آن چیزی که رسیدن آب به پوست منع میکند، مانند چرب، یگون روغن های سلرکه بنزین های، یا که یگون مثلا چربی، یگون روغن های آبخوند پختگی همه خیلی باشد. همون عضوهایی که شما طهارت میکنید باید که از این چرب و از این روغن تازه باشد، زیرا که گفته شده است که و ازاله ما یمنع وصوله الى البشره، و برطرف کردن آن چیزهایی که با پوست رسیدن آب منع میکند، نمیماند که با پوست شما همون آب رسد، مانند چرب و دخول وقت و در آمدن وقت. در آمدن وقت این برای همه نه. وقتی نماز دارد با طهارت کردن میتواند، این فقط برای علی من حدثه دائم لفرضه، نگاه برای کسی که حدث او دائمی است برای فرضش. معنی گپ چیه؟ یعنی درباره اصحاب عذر گفته است، کسانی که عذر دارند، کسانی که بادشان قرار نمیگیرد، دائم برآمده میستد، یا که سلسل باول دارند، یا که گویم شاششون چکیده میستد. فهمیده؟ یعنی پیشابشان آمده میستد. برای چنین کسا طهارتش آن وقت میشکند که وقتی که برای مثال نماز پیشین طهارت کرده باشد، تا نماز عصر همون بادش برآمدن گرفت هم که چی نماز خواهد خوندن میگیرد. نماز عصر درآمد باید که برای نماز عصر طهارت نو کند. فهمیدید؟ اما نماز عصر نو درآمده نیم ساعت پیش یا که یگون دقیقه پیشتر
بری نماز عصر من طهارت میکنم، گفت طهارتش درست نمیشد. برای من گفتی است که این شرط دهم خاص برای کسی میباشه که در آمدن وقت تا وقت نداره طهارت کردن حق نداره. کی؟ کسی که حدثی او دائمی است. برای فرضش که درباره فرض است، یعنی فرض نماز عصر خوانده نمیتواند تا نماز عصر چی داخل نشود. نماز عصر داخل شد باید که طهارت نو کند. اما نفل باشد چقدر که خوانده میتواند. این در حقی که در حق صاحبان عذر، کسانی که طهارتشان دائم شکسته میشد، کسانی که دائم چه مثال بادشون برآمده میشد، خب شاشان پیشابش چکیده میشد. این بود یعنی که 10 تا شرط طهارت اینا باید نویسیتون و دیگرها را خانواده دیگه یارو برادرها فهموندن در کلاسه. این بله. الشرط الرابع میفرماید که شرط چهارم چه؟ رفع الحدث و هو الوضوء المعروف و موجبه الحدث و شروطه 10 الاسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب واستنجاء واستجمار قبله وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. أكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.